سلام، آتنا هستم. خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امیدوارم از هر جای دنیا که منو میبینید حال دلتون عالی باشه. امروز قراره توی 2 تا ویدیو راجع به اینکه چطوری جورنال کنیم و چطوری مدیتیشن کنیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بریم سراغ جورنال نویسی. اولین چیزی که باید بهتون بگم اینه که هم جورنال نویسی هم مدیتیشن کردن یک سری کارهایی هستن که باید هر روز و به طور مداوم انجام بشن. و توی جورنال در واقع خیلی یه چیز شخصیه، یعنی یه سری از افراد شبا فقط جورنال میکنن، کل روزشون رو میذارن و شب جورنال میکنن. یه سری صبح بیدار میشن جورنال میکنن. یه سری توی 2 تا پارت جورنال میکنن، مثلا تا از صبح و بعد ظهرشون رو جورنال میکنن، بعد دوباره شب یک بار دیگه جورنال میکنن و این کاملا چیز شخصیه و به ذائقه شما برمیگرده. و اینکه حالا نمیدونم توی چه دفتر جورنال کنیم، چطور جورنال کنیم، همه اینها باز برمیگرده به خودتون. مثلا یه سری از آدم ها دوست دارن که جورنال خودشون رو داشته باشن، نوشته های خودشون رو داشته باشن برای مدت های طولانی. یه سری از افراد هم نه، دوست دارن که وقتی مینویسن بعد برگه رو بندازن دور یا کار دیگه باش انجام بدن. پس اینم برمیگره به خودتون و ببینید که شما دوست دارید چطوری باشید. مثلا من خودم آدمیم که دوست دارم نوشته های خودم رو داشته باشم. دومی که این چیزی که مهمه راجع به جورنال نویسی اینه که شما باید هر روز و به طور مداوم جورنال نویسی رو انجام بدید. اصلا چیه و چیکار میکنید؟ ببینید، جورنال کردن با دفتر خاطرات فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما دفتر رو باز نمیکنید بنویسید که مثلا فرضاً شما شب دارین جورنال میکنین، باز نمیکنید و بنویسید آره من امروز صبح فلان ساعت بیدار شدم، این کارا رو کردم، اونجوری شد، اینجوری شد. راجع به اتفاقات صحبت نمیکنید، بیشتر راجع به حس‌های خودتون صحبت میکنید. مثلا مهم نیست که بگید من امروز رفتم خونه خالم و این کارو کردم، اینجوری شد، اونجوری شد. اینا گزارش کار روزتونه یا مثلا یه چیزی به اصطلاح دایری شماست که دفترچه خاطرات شماست. و جورنال این نیست. توی جورنال نویسی ما میایم چیکار میکنیم؟ یه دفتری رو برمی‌داریم، حالا فرضاً با خودکار، مداد، اصلا اینا مهم نیست. میایم راجع به احساسات ما و اون لحظه هایی که توشون حضور داشتیم و اون لحظه هایی که حواسمون پرت شد راجع بهش صحبت میکنیم. یعنی چی؟ اول از همه بدونید این جورنالی که دارین مینویسین، مثلا وقتی دارین چیزی رو مینویسین انگار با خودتون دارین صحبت میکنین و یکی اون آدمیه که داره مینویسه و یکی اون آدمیه که داره گوش میده. فکر کنید این خاطرات، این اتفاقات رو میخواید برای یکی تعریف بکنید، همون زبانی که دارید تعریف میکنید بنویسید. توی نوشتن هیچ قانونی وجود نداره، فقط یادتون باشه بیشتر جورنال اینجوریه که راجع به حساتون مینویسید. یعنی چی؟ مثلا من امروز صبح بیدار شدم، حسم اینجوری بود، احساس میکردم که حالم زیاد خوب نیست، احساس میکردم که مثلا استرس دارم، مدیتیشن کردم و بعد اون حس کردم که حالم بهتره، یا اینکه نه مثلا این اتفاق افتاد. در حد اینکه مثلا بگین این اتفاق افتاد، نه اینکه ریز بریز بیاید توضیح بدیم مثل خاطرات. این اتفاق افتاد و من اینجا عصبانی شدم، اینجا این رفتار رو از خودم نشون دادم، اینجا این حرف رو زدم و این حرف منو اذیت کرد، حرفی که خودم زدم، احساس ناراحتی کردم بابتش، یا اینکه یکی این حرف رو به من زد و من ناراحت شدم به خاطرش. وقتی که میگید باعث میشه که تمام اون داده های اون روزتون روی برگه بیاد و وقتی روی برگه میاد فراموش میشه. یعنی فراموش شدن به این معنی نیست که شما فردا بیدارشی دیروز رو یادت نیاد، دیگه اون چیز اونقدر اذیتت نمیکنه. وقتی چیزی که عصبانیت کرده، مثلا امروز من بیدار شدم یه اتفاق افتاد عصبانی شدم، وقتی راجع به شب یا همین امروز صبح بنویسم، دیگه وقتی فردا بیدار میشم مغز من آماده است برای یه روز جدید، مغز من آماده است برای دریافت کردن دیتاها و اطلاعاتی که جدیدن و متعلق به خود امروز هستن. و توی جورنال نویسی شما این کارو میکنید تا به مغزتون یه آرامش خاطری بدید. به مغزتون بگید که من راجع به امروز نوشتم، من راجع به امروز حرفامو زدم، احساساتمو گفتم و این خالی شدنه باعث میشه که من امروز رو پروندهش رو همین امروز ببندم. به خاطر همین جورنال نویسی باید هر روز اتفاق بیفته و شما نمیتونید مثلا اینجوری نیست که یه هفته بگذرونید بعد جورنال یه هفته‌تون رو بنویسید، با اینکه یادتون ممکنه بمونه ها، اما اینجوری نیست. حالا مثلا شما وارد مثلا یه جشنی میشید، یه چیزی شما رو اذیت میکنه،
اینو من زمانی که قبلا جورنال نمی کردم با الان که جورنال میکنم قشنگ تفاوتش رو متوجه میشم. قبلا اینجوری بودم که مثلا اون تولده اون پارتیه یک شنبه بود، یه اتفاقی افتاد من ناراحت شدم. من تا خود جمعه اون هفته حتی یادم بود دقیق که چه اتفاقی افتاده، چه جوری شده، من کجا اذیت شدم، چه چیزی من اذیت کرد، همه این چیزا کاملا یادم بود. اما وقتی که جورنال میکنید مثلا یک اتفاقی یک شنبه میفته، شما اذیت شدید، اون توی جورنالتون میارید و راجبش حرف میزنید و بعد فردا یه ذره کم رنگ تره، پس فردا یه ذره کم رنگ تره و بهتون قول میدم تا آخر هفته حتی یادتون نمیاد که اون اتفاق چی بوده و چرا اون اتفاق افتاده. اصلا به خودش دیگه ناراحت نیستید، هیچ حسی نسبت بهش ندارید. چرا؟ چون همون جایی که اذیتتون کرد بهش توجه کردید در یه حد معمولی، نه اینکه روش گیر کنید. وقتی بهش اون فکر میاد اذیتتون میکنه، بهش فکر زیادی بکنید فقط بیشتر اذیتتون میکنه. اما اگه بهش یه توجه کمی بکنید و در حد جورنال نگرش دارید، بنویسیدش، عبور میکنه، رد میشه و از شما در ذهن شما فقط یه خاطره میمونه که اون قدم دیگه اذیتتون نمیکنه. و اینم بدونید اگر یه خاطره ای رو دوباره به یاد میارید و اون خاطره برای شما خنثی نیست، یعنی اون خاطره یا شما رو خیلی شاد میکنه یا شما رو خیلی غمگین میکنه، در واقع اون خاطره که هنوز برای شما پذیرفته نشده. چون وقتی شما یک اتفاقی رو بپذیرید دیگه با گذر زمان وقتی بهش برگردید اون اتفاق دیگه نمیتونه، اون خاطره یا اتفاق یا فکر نمیتونه شما رو، حالت شما رو عوض بکنه. مثلا یه دعوایی که چندین سال قبل اتفاق افتاده، اگر پذیرفته باشید از اعماق وجودتون، اگر درکش کرده باشید، قبولش کرده باشید که این اتفاق افتاده و تموم شده، الان راجبش صحبت بکنید، حتی ممکنه با خنده راجبش حرف بزنید. اما یه سریا هستن مثلا دعوای چند سال قبل اتفاق افتاده، الان دوباره میخواد تعریف کنه، دوباره تو همون تنشه، دوباره تو همون استرسه، دوباره همون حالت‌ها بهش دست میده و این یعنی که اون آدم اون خاطره رو نپذیرفته، اون اتفاق رو هضم نکرده و هنوز توی ذهنش هست و براش تموم نشده. ژورنال به ما کمک میکنه که ما اتفاقات روزمره‌مون رو، اتفاقاتی که به ظاهر خیلی سادن، خیلی پیش و پا افتادن ولی ممکنه هر کسی رو، من یا شما رو اذیت بکنه و اصلا هم قابل قضاوت نیست. یعنی مثلا ممکنه یه اتفاق خیلی کوچیکی باشه که شما رو اذیت کرده باشه و یکی دیگه برگرده بگه خب مثلا موضوع مهمی نیست، اما برای شما مهمه. پس به حرفای دیگران گوش ندید و ژورنال خودتون رو بکنید. ژورنال یه چیز شخصیه، راجع به هر چیزی که شما رو اذیت میکنه یا خوشحالتون میکنه حرف میزنید. حواستون باشه نه دفتر شکرگزاریه، نه دفتر اینه که قراتون رو فقط بزنید، فقط راجع به احساساتتون صحبت میکنید. شما می نویسید راجع به احساساتتون و خودتون رو یک بار دیگه مرور میکنید. قرار نیست چیزی رو اضافه بکنید، چیزی رو کم بکنید، قرار خودتون رو مرور بکنید. من اونجا عصبانی شدم، چیزی برای خجالت نیست، حتی نیازی هم نیست توضیح بدی، فقط کافی بگی من اونجا عصبانی شدم. الان با نوشتنم متوجه این هستم که اونجا عصبانی شدم و این توجه به خودتون باعث میشه حتی همون که گفته بودم از قبل پس زمینه سلف لاوتون قوی بشه و شکل بگیره و بدن شما و خودتون متوجه این بشید که یک آدمی داره به من توجه میکنه، یک آدمی داره کارهای منو زیر نظر میگیره و داره احساسات و عواطف من رو مورد بررسی قرار میده و همین باعث میشه که شما احساس ارزشمند بودن هم بکنید. پس ژورنال یه چیزیه که خیلی ساده است، انگار مثلا هر شب بیای بنویسی راجع به روزت، اما نه به جزئیات دفتر خاطرات، فقط بگی که من حضور داشتم تو این لحظه ها، من نمیدونم وقتی رفتم خونه، فکر کنید، نیازی نیست شروع کنید بنوشتن و همون لحظه سریع تمامش کنید. فکر کنید راجبش، مثلا فکر کنید من وقتی رفتم خونه خالم چه اتفاقی افتاد، حضور داشتم، حواسم بود، اصلا چیکار کردم، چی شد. یه مروری از تمام روزت داری و در نهایت احساسات و چیزایی که مهمن رو ژورنال میکنی، یعنی مینویسی. و گفتم نگه داشتنش یا نگه نداشتنش به خودتون بستگی داره، با چی بنویسیم، چطوری بنویسیم هم به خودتون بستگی داره. چند صفحه، یه سری میپرسن چند صفحه بنویسید، سعی کنید خیلی زیاد نباشه ولی خیلی کم هم نباشه. مثلا فرضاً این حالا دفتر ژورنالی که من دارم، مثلا فرضاً سعی میکنم روزی یه ورق از این رو بنویسم
دیگه کمتر از این مثلا ننویسم. حالا اگه بیشتر شد سعی میکنم یه جوری هندلش کنم دیگه، مثلا نشه یه بار 3 صفحه بنویسی یه بار نیم صفحه بنویسی، اینجوری نباشه. یه تعادل رو برای خودتون حفظ بکنید و زیاد هم ننویسید، زیاد مثلا زیاده گویی نکنید. راجع به احساساتتون اگر بخواید بنویسید جاهایی که براتون مهم بوده، بیشتر از حالا 1-2 صفحه نمیشه. بازم دست خودتونه، ایرادی نداره. و اینکه اوایل طبیعیه که مثلا بخوای شروع کنی به نوشتن و نتونی بنویسی، هیچی برات نیاد، فقط سعی کن که بنویسی و به خود زیاد گیر نده. مثلا الان من جوری که دارم می‌نویسم درسته، درست نیست، نه، سعی کن مثل یه رفیق با خودت حرف بزنی. از همینجا شروع کن، بعدن به مرور زمان که بگذره متوجه میشی که بهتر که اینا رو بنویسم، من وقتی اینا رو می‌نویسم حالم بهتره. فقط حواستون به این موضوع باشه که وقتی ژورنال میکنید به این موضوع دقت کنید که روزای بعدش چقدر دیتاهای گذشته و قبلی انگار توی قفسه بندی خودشون جا گرفتن و دیگه اذیتتون نمیکنن. دیگه اون فکرای پرسی که موقع انجام دادن یه کاری داریم، وقتی مثلا میخوایم روی یه کاری تمرکز کنیم یا یه فکری میاد از دیروز که فلان حرف رو فلانی بهم زد و من ناراحت شدم، دیگه نمیاد سراغتون. اگرم بیاد خیلی کم رنگ میاد و اصلا کلا خودکاران اینجوری میگید که خب من دیشب راجبش نوشتم، راجبش حرف زدم با خودم، راجبش صحبت کردم با خودم و دیگه تمام دیگه. مثل این میمونه یه سری چیزا که عزیزتون میکنن برای رفیق صمیمیتون توضیح بدید یا با مامانتون حرف بزنید راجب یه موضوعی و سعی کنید این ژورنال نویسی رو انجام بدید. گفتم روزی 1 بار یا 2 بار فرق نمیکنه، بستگی به خودتون داره اینکه چطوری راحت ترین. یه سری همین که بیدار میشن ژورنال میکنن، یه سری آخر شب ژورنال میکنن و سعی کنید حداقل راجع به 3 تا چیزی که خیلی بهش توی همین امروز افتخار میکنید بنویسید. مثلا 3 تا چیز کوچیکا، مثلا من امروز صبح بیدار شدم، زیاد حالم خوب نبود اما برای خودم صبحونه درست کردم، این عالیه. یا مثلا من امروز حس کردم که واقعا نمیتونم برم باشگاه، اما شاید باشگاه نرفتم ولی خونه وایسادم یه سری تمرین ها کردم. مثلا امروز تصمیم داشتم که با رفیقام برم بیرون و رفتم بیرون. همین چیزای کوچیک ولی مهم، چون میتونستی این کار انجام ندی ولی انجام دادی، میتونستی مدیتیشن نکنی ولی کردی، میتونستی ژورنال نکنی، همین ژورنال نویسی رو میتونی بنویسی، میتونستی ژورنال نکنی ولی ژورنال میکنی. و همین چیزای کوچیک میتونن دلیلی باشن که شما دوباره فردا بیاین و ژورنال کنید و با اشتیاق بیشتر بنویسید و فردا صبح که بیدار میشید یا یه هفته بعد ژورنال که بیدار میشید حواستون بیشتر هست. همون لحظه صبح که بیدار میشید با اینکه ژورنال دارین نمیکنید حواستون هست من الان چه حسی دارم، به بدنتون برمیگردید من الان چه حسی دارم، الان حالم خوب نیست، الان دارم صبحونه درست میکنم حالم چطوره، الان حضور دارم اینجا یا نه. و این کم کم بهتون کمک میکنه شما خودتون رو ببینید در طول روز و در طول روز به قول معروف حضور داشته باشید. اینا یه سری توضیحات اولیه راجع به ژورنال نویسی بود و باور کنید ژورنال نویسی بیشتر از این توضیح نمیخواد. فقط دفترتون رو بردارید، مدادتون یا خودکارتون رو بردارید و بنویسید. هیچ چیزی جز این نیست و یادتون نره که هر روز بنویسید، هر روز ژورنال کنید. یه قاعده ای رو برای خودتون نگه دارید. اگه مثلا شبا ژورنال میکنید سعی کنید اون رو نگه دارید، شبا ژورنال کنید، نه اینکه یه روز صبح ژورنال کنید، یه موقع هر موقع دلم خواست، یه موقع بعضا ژورنال میکنم، یه بار شب ژورنال میکنم. نه، بذارید مغزتون بدونه. و این تصمیم گیری های الکی رو دست مغزتون نذارید، چون بیشتر فقط حواسش رو پرت میکنه. اگه بدونید که مثلا ساعت 2 قرار نهار بخورید خیلی براتون راحت تره تا اینکه ندونید و هر بار یه ساعتی نهار بخورید. ژورنال نویسی هم مثل همین میمونه. امیدوارم که حالا این توضیحات من برای شما کافی باشه و واقعا باور کنید همینا کافیه. هیچ چیز دیگه ای نیاز نداره، فقط کافیه بنویسید و با خودتون صمیمی باشید و رک باشید توی ژورنال نویسی. اصلا از چیزی خجالت نکشید، خودتون و کسی قرار نیست ژورنال شما رو بخونه. پس راجع به خودتون بنویسید، راجع به چیزایی که دارید و حتی چیزایی که ندارید. اشکالی نداره اگر یه سری جاها بخوایم حتی زیاده گویی هم بکنیم. پس دفعه بعدی که هم دیگر رو میبینیم. امیدوارم که ژورنال نویسیتون رو یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.